من از اونجا فهمیدم که عشق یعنی چی، که منو صدا کرد گفت اگه بهت 1 تومن بدم یا 5000 بدم مثل کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد، اونم روزی 1 تومن به من میداد مثل که. و من در روز 2-3 تومن درآمد داشتم، کاغذ می‌بردم و نمی‌دونستم که کاغذ چیه، فقط می‌دویدم بین خونه‌ها و کاغذ می‌بردم و می‌دادم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم. بعدا فهمیدم که چه دردی است، درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قزاق بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم عشق دادن، حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم. و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. 1 سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه؟ گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی؟ گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشنفکرهای قلابی شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقاً با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتند. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت، در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد به حرف زدن ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد. از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به که همونجور که یک مرد در کشور 7 سالار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن. مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم از 1000 تا کتابم که چاپ میشه 500 تاشو روشنفکرها میخرن که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. و من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی مردا بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ضمن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوانه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت‌ها در اونجا بستری بود، 9 ماه، نزدیک 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان فروغ به کتاب دیوار میرسه، اسیر اوسیان دیوار، و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میآمدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتابا رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه هم بور، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود موهای جلوش همه سفید، توالت نمی‌کرد اصلا، خیلی ساده لباس می‌پوشید و بعد می‌نوشت که توی آینه که نگاه می‌کنم می‌بینم که مقدار از موهای جلوی سرم سفید شدند. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید می‌کردم هنوز نکردم، تنبلی کردم. می‌ترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی میگفت خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم، این درست 2 سال بعد از این صحبت‌ها، بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، صدها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید. فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شاه مدت کوتاهی تنها زندگی کرد. بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم. با او کار سینما را آغاز کرد. فیلم خشت آینه رو با او ساخت. فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامه ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه. و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا، به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. من درست عین فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه بنا میشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیط 120 کرون اشتباه ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد. باید گفت بلیط 20-25 کرون، اونم فقط شد برای مثلا بلیط مسافرت اون آدمی که میاد و میره. همین. این کارا دستمزد نداره. صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه. وقتی بعضی از شما